اگر از من بپرسین که مطرح ترین کراس اوور چینی بازار ایران چه ماشینی هستش، باید بگم که جک S5 کرمان موتور که اصلا 90 تا الان بیش از 100,000 دستگاه از اون تا فروخته شده. البته که آپدیت هایی هم در این سالها روی اون اجرا کردن، ولی این کراس اوور که آخرین نسخه اون حدود سال 1400 آپدیت شد دیگه در حال خروج از خط تولید هستش. در این ویدیو ما قصد داریم که برای شما جک S5 یعنی پرفروشترین کراس اوور چینی بازار ایران و مهمترین محصول کرمان موتور رو برای شما 0 تا 100 رو بررسی بکنیم. جک S5 سال 93 با موتور 2 لیتری توربوشارژ با گیربکس دستی وارد بازار شد. از همون ابتدا شتاب خیره کننده این ماشین و هماهنگی موتور گیربکسش نظر همه رو به خودش جلب کرد. ضمن اینکه طراحیش هم اون موقع برای همه جذاب بوده. واقعا این طراحی برای 10 سال پیش جذاب بود. و این موارد به اضافه کابین جادارش و امکاناتش در اون شرایطی که ماشین‌های کره‌ای و ژاپنی هم تو بازار ایران وارد می‌شدن، این خودرو رو به موفق‌ترین کراس اوور بازار ایران تبدیل کرد. طوری شده بودش که همه جا صحبت از خرید فروش جک S5 بود. انقدر بازار ماشین داغ شده که الان نزدیک 9-10 سال از اون روزا میگذره، ولی هنوز جک S5 خوش فروش‌ترین کراس اوور چینی بازار ایرانه و میشه اون رو روند بازار دونست. حالا چه چیزی تونسته که جک S5 رو اینقدر مطرح بکنه؟ در ادامه با ما همراه باشین. جک S5 شاید تا سال 1402 با استانداردهای امروزی طراحیش مقداری گرد سالخوردگی روش نشسته باشه و مقداری قدیمی باشه، اما نمیتونیم منکر بشیم که هنوزم طراحیش جذابه و دیزاین این ماشین یکی از موندگارترین ها بین خودروهای چینی تو بازار ایران هستش. سال 400 که این ماشین آپدیت شد، یک تغییر جزئی تو تریم جلو پنجره‌اش اجرا شد که این تغییر شامل تریم مشکی اطراف گریل جلو و تغییر چراغ‌های دیلایت ماشین و اصلا در واقع اضافه شدن دیلایت به بالای در واقع مهرشکنه ماشین بود. این تنها تغییر ظاهری این ماشین بود، هرچند که توقع داشتیم که تغییرات بیشتر از این باشه و فکر می‌کردیم که این تغییرات برای ماشین کم باشه، اما مشتری‌ها به همین تغییرات هم روی خوش نشون دادن و این ماشین رو همچنان می‌خریدن. البته که در سال 400 اصل تغییر ماشین دیزاین ظاهریش نبود. تغییرات اصلی ماشین تو اون سال به زیر کاپوت برمیگرده که موتور متفاوت و بهینه‌تری برای این ماشین نصب شده. جک S5 قبل از اینکه موتورش بخواد عوض بشه با موتور 2 لیتری توربوشارژ با سیستم سوخت‌رسانی مولتی پورت یا همون MPI تو بازار ایران عرضه میشد. این موتور که گیربکس دنده‌ای و اتوماتیک 6 سرعتی 2 کیلوجرم داشت، سر از 174 از خودت تولید میکرد و 265 نیوتن گشت آورد که اون موقع واقعا رقم خیلی خیره کننده و بالایی بوده در مقایسه با رقبایی که ماشین تو بازار ایران داشته. کرمان تا سال 400 برای اینکه مصرف سوخت ماشین رو بیاره پایین و یه آپدیت این ماشین رو کرده باشه، تصمیم گرفتش که موتور 2 لیتری امپیری رو بذاره کنار و موتور 1.5 لیتری توربوی GDI رو نصب کنه که سیستم تزریق مستقیم سوخت برای اون نصب شده بود. این 500 سی سی کاهش حجم باعث شد که خیلی تصور بکنه که ماشین ضعیف‌تر میشه، ولی نه، اینطوری نیست. این موتور که الان روی ماشین نصبه 171 اسب قدرت تولید میکنه و 251 نیوتن متر گشت‌آور و گیربکسش هم همون گیربکس 6 سرعته اتوماتیک 2 کلاژه هست، 2 کلاژه تر که نیرو رو به چرخ‌های جلو منتقل میکنه. حدود 5% کلا گشت‌آور ماشین در مقایسه با نسخه 2 لیتری افت که پیدا کرده، ولی حدود 50 کیلوگرم هم ماشین کلا سبک‌تر شده به خاطر تغییر موتور و اینکه این موتور سیستم GDI بازده بالاتری داره، مصرف سوختش هم کمتره و گشت‌آور رو تو دور پایین 1500 به شما میده که عملکرد ماشین در مقایسه با نسخه 2 لیتری فرقی نکرده و بلکه بهبود هم داشته. البته که باید به شما بگیم که نسخه GDI به بنزین ایران حساسیتش بیشتره و شما نیاز بیشتری دارید به بنزین سوپر و اکتان، گرچه که نسخه قبلی هم چون توربوشارژ بود به بنزین سوپر و اکتان نیاز داشت، ولی خب این مورد توی این نسخه که GDI شده بیشتر حس میشه.
با دیدن این قسمت شاید فکر کنید که جک اسپنج دوربین 360 داره، ولی این فقط تزیینیه و میتونستین به صورت آپشنال شاید روی ماشین دوربین 360 رو نصب کنید. توی نمای عقب جک اسپنج همه چیز ساده است، حداقل به استانداردهای امروزی ساده است و شاید همین سادگیش توی این سالها باعث موندگاری این ماشین شده و محبوبیتش. تنها تفاوتی که این ماشین در مقایسه نسخه قبل از فیسلیفت یا همون آپدیت کرده این لوگویی است که اینجا اضافه شده. 1.5 TGDI به موتور این ماشین اشاره داره که از 2 لیتری MPI تغییر کرده. باقی چیزا طراحی چراغ و همه این چیزا با نسخه قبلیه و شیشه DCT هم به گیربکس 2 کلاژه تر این ماشین اشاره داره. یکی از تفاوت‌های ماشین نسخه قبل از فیسلیفت به این دیفیوزر پایین سپر برمیگرده که الان 2 تا اگزوز مصنوعی داخل اون فقط دیده میشه، ولی نسخه 2 لیتریش همون قبل از آپدیت اگزوزش 2 تا واقعی بود، ولی الان 2 تا فیک اگزوز هستش که کاشکی حداقل همون واقعیش حفظ میشد، ولی الان اگزوزی اصلیش پشت سپر در واقع مخفی شدن و جانمایی شدن. تعلیق جلوی جک S5 مثل خیلی از ماشین‌های دیگه مکفرستونه، ولی نقطه قوت این ماشین نباشه با رقبا از همون سال 93 تا الان به تعلیق عقبش برمیگرده که تعلیقش مولتی لینکه و این مولتی لینک بودن هم پایداری ماشین رو بهتر کرده، هم سواری ماشین رو نرم‌تر کرده و همین که کلا لذت رانندگی ماشین بیشتر میشه. این در حالی که خیلی از رقبای جک S5 اون سالها و حتی همین الان تعلیقشون مولتی لینک نیست و تورشن بیم یا تعلیق یک پارچه غیر مستقل هستش، همون تعلیق اچی که ما میدونیم. و یکی از جذابیت‌های این ماشین که باعث شده در طی این سالها این ماشین محبوب باقی بمونه همین تخم مرغی بودن و ساده بودن نمای جانبیشه که از خطوط تیز و شکسته توی ماشین پرهیز شده و همین موضوع باعث شده که این طراحی سال و سن نشناسه. البته که اون سال این ماشین با رینگ 18 اینچی عرضه شد که به استاندارد سال 93 جزو بزرگترین رینگ ها بوده، الان هم جزو بزرگترین رینگ هاست و همین رینگ های بزرگ و قرار گرفتن چرخ‌ها در نقاط بیرونی ویلبیس کشیده است. این هماهنگی نمای جلو عقب و کناریش باعث شد که جک اسپنج واقعا جایگاه تاپ بازار ایران رو تو شاسی بلندهای مونتاژی و چینی به خودش اختصاص بده. طراحی کابین جک اسپنج واقعا در مقایسه با رقباش که الان دارن عرضه میشن قدیمی شده، ولی از نظر آپشنی چیزهایی داره که خیلی رقباش روشون نیست، مثل همین تهویه دوالی که برای اون لحاظ شده. البته خیلی چیزا نداره که رقباش دارن، مثلا همین نمایشگر دیجیتالی که باید پشت جامپر این ماشین می بود و نیست و الان نمایشگر عقربه‌ایه. به طور کلی اسپنج دیزاین کابینش قدیمیه در مقایسه با رقبایی که الان عرضه میشن، ولی اگر برای شما سال خورده بودن طراحی مهم نیست و صرفا دنبال کراس اوور خوشفروش و دست به نقد هستین، جک اسپنج بهترین گزینه است برای شما، چون هیچ ماشین چینی اینقدر راحت تو بازار ایران خرید و فروش نمیشه. تفاوتی که جک اسپنج TGDI یا همون اسپنج نیو در مقایسه نسخه قبلی کرده اضافه شدن کروز کنترل هستش از نظر آپشنی که روی فرمان اون الان قرار گرفته. اینجا کلیدهای مربوط به سیستم تهویه قرار گرفته که اگه بخواید تهویه رو دوگانه بکنین میتونین اینو بزنین و دمای هر طرف رو جداگانه تنظیم بکنین. نمایشگرش خیلی ساده است و چیز پیش پا افتاده‌ایه در مقایسه با خودرو امروزه. در اون سالی که عرضه شد خیلی جذاب بوده. اینجا که دکمه فلش داشته به صورت خودروهای جک و اینجا کلید در واقع خاموش کردن ESP هستش، کنترل خودرو در سرازیری و خاموش کردن سنسور پارک های جلو که برای اینجا لحاظ شده. طرف چپ زانوی من هم کلید تنظیم آینه ماشین در واقع قرار گرفته و باز و بسته کردن آینه ها، دیمر شدت نور بکلایت این پشت آمپر و تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو. اینجا که پنل سانروف ماشینه و سانروف پانورامیک توی این ماشین لحاظ نشده. صندلی‌ها توزیعشون توزیع چرم مصنوعی و کیفیت ظاهرا معقولی هم دارن. در نسخه‌هایی هم که الان تو بازار هست با کار کرده بالا کم صندلی جک و کلا خودروهای جک خراب نشده و نشون دادن که موندگار هستن. یک تریم قهوه‌ای رنگ روی درها در واقع رعایت شده که این کابین را از سادگی در بیاره و این پنل قهوه‌ای رنگ ترکیب رنگش جالبه با ترکیب رنگ مشکی که با قسمت بالاش هست که البته هارد تاچ، سافت تاچ نیست. ترکیب رنگ جالبی رو ایجاد کرده. روی داشبورد در واقع این سایبونی که برای نمایشگر اجرا شده
چرم مصنوعی دوخته شده و این قاب کلاستر هم دوباره با چرم مصنوعی تولوزی شده، ولی همه جای روی داشبورد تقریبا سافت تاچ نیست و همش هارد تاچه و خب اگه سافت تاچ بود حس بهتری رو سرنشین دست میداد. تو کنسول وسط هم همه چیز ساده است. اتو هولد ماشین براش لحاظ نکردن، کاشکی داشت. ترمز پارک برقی رو داره الان اینجا این وسط و شیفت دندش هم نوع مکانیکیه و نوع الکتریکی نیست و انتهای راه شیفتر دنده انتهای کورسش در حالت اس مود رانندگی اسپورتش هست و خوشبختانه حالت تبریز دنده دستی هم برای اون لحاظ شده که میتونین خودتون دنده ها رو با میل خودتون تا دوری که میخواین پر کنیم و تعبیر کنیم. دو تا کاپ هولدر اینجا داریم و این کنسول وسط هم در واقع تریمی که براش تولوزی کردن همون چرم قهوه‌ای رنگه که با رودری های ماشین ست شده و خب حالتهای قشنگی داره، ولی خب میتونست مشکی رنگ هم باشه چون یه تولوزی قهوه‌ای بین دو تا صندلی که مشکی هستن یک مقدار شاید عجیب باشه. صندلی راننده جک S5 به صورت برقی تنظیم میشه. تنظیم گودی کمر هم برای اون لحاظ کردن. 2 تا مموری داره. خب این آپشن شاید الان چیز خیلی عجیبی نباشه، ولی 10 سال پیش که روی ماشین نصب شده بود خب آپشن خیلی جالبی بودش و کمتر ماشین همچین آپشنی رو موقع ازش استفاده میکرد. الان ردیف جلو با متناسب با ابعاد من، قد من و هیکل من تنظیم شده. صندلی کاملا راحتم، ببینید تکیه میدم مشت دستم روی قبیله فرمون قرار میگیره. این ردیف عقبش رو چک کنیم ببینیم فضای من با ردیف عقب به چه صورت هستش. خب فضای سر که اصلا محدودیتی برای من نیست چون سانتانروف که تموم شده اینجا ادواتش نمد رفته بالا با اینکه سیخ دقیقا نشستم، ولی فضای سر من حدودا 7-8 سانتی بیشتر دارم. فضای زانوم اصلا محدود نشده و حدودا 6-7 سانت جلوی زانوم فضا دارم. پام که دیگه صندلی جلو از اون این پشتی طوری طراحی شده که برای قرار گرفتن زانو حتی اگه بخواید جمع کنید فضاتون بیشتر باشه. یعنی من حتی میتونم الان مثلا پایینتر هم بشینم و فضای سر و پای راحت‌تری داشته باشم. ولی خب از چیزایی که توی این ماشین انتظار داشتم داشته باشه درشه تهویه سرنشین عقب یا پورت شارژ برای سرنشین عقب هستش که برای اونا هیچ چیزی لحاظ نشده و تمام گردش هوای داخل کابین برای سیستم تهویه همون دریچه‌های جلو هستش و اگر هم نیاز باشه گوشیتون رو شارژ بکنین تو ردیف دوم هیچ کاری نمیتونید بکنید، بعد سیمو بکشین از اونجا و سیم بلند تا اینجا بخواید گوشیتون رو شارژ بکنین. ولی اینجا زیرارنجی هم داره، 2 تا کاپ هولدر داره که میتونین توی سفرهای طولانی اگه 2 نفر عقب بشینین دستتون روش بذارین و تکیه‌گاه دست هستتون باشه. عرض ماشین چون زیاده عقب 3 نفر راحت بغل هم میتونن بشینن، ولی خب اگه هم اندازه من باشن شاید 3 نفر یه خورده براشون فضا تنگ بشه، ولی 2 نفر در راحتی کامل از 3 نفر با ابعاد متناسب و جمع و جورتر هم خیلی میتونن راحت این عقب بشینن. بریم فضا باشه بهتون نشون بدم. صندوق جک S5 دستی باز میشه و خبری از صندوق برقی برای این ماشین نیست، ولی خب خیلی از رقیباش همچنان صندوقشون دستی هست. پس این آپشن جای ایراد روش الان نمیتونیم بگیریم. فضای صندوق کفش بالا بود نیست، دلیلش اینه که زاپاس ماشین زاپاس فول سایزه و زاپاس فرقی براش نصب نکردن. میتونن زاپاسش فرقی بذارن، کفش میره پایین‌تر به فضای بارتون بیشتر میشد. ولی خب طول فضای بار نسبت کلاس اوور بودنش زیاده که دلیلش اینه که ماشین در واقع ویل بیس زیادی داره و در مقایسه با ابعادش. اینجا این پرده جدا کننده در واقع پرایوسیتون هست که برای اینکه اگه باری تو ماشین دارین از بیرون دیده نشه. اینطوری میتونین بذارین به این شکل که از بیرون کسی نتونه ببینه بارتون. ولی خب اگه بخواید ماشین تا بیخ بار بزنین بعد اینو بردارین در واقع پرده‌تون بزنین کنار تا زیر سقف ماشین رو بار بزنین. اینجا یک شارژر فندکی گذاشتن برای فضای بار که اگه بخواید یخچال یا اکسسوری توی فضای بارتون قرار بدین که با برق فندکی ماشین شارژ بشه کار بکنه میتونید از این استفاده بکنین. جدا از اون اگه بخواید بار بزرگتری هم با این ماشین حمل بکنین میتونید صندلی ردیف دوم رو 60-40 کارمن بخورین و تا پشت ردیف اول رو بار بزنین. به طور کلی جک S5 فضای بارش در مقایسه با ابعادی که داره راضی کننده است و نمیخوایم گیری بدیم و گره خاصی هم نسبت به فضای بارش نیست.
میرسیم به بخش تجربه رانندگی با جک اسپنج جدید. خب اولین چیزی که باید بهتون بگم، تصورم این بودش که ماشین چون 500 cc حجم موتورش کم شده و ماشین با نسخه 2 لیتری تو شتابگیری افت داشته باشه، ولی خب اینطوری نیست و هماهنگی موتور گیربکس بسیار خوبه و نکته مثبتی که حس میکنید شما با این ماشین اون گشتاور تو دور پایین ماشین هستش. در واقع بدون نیاز به فشردن پدال گاز حتی زیاد ماشین شتاب میگیره و به سرعت‌های بالا خیلی راحت دست پیدا میکنید و این مزیت موتور جی دی آی این ماشین در مقایسه با موتور مولتی پورت یا همون ام پی آی اون ماشین هست که فرقشون توی سیستم سوخت‌رسانیشون هست. این موتور الان 174 است یا حالا 171 است به تعبیر خیلی‌ها و 251 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه که شاید گشتاورش یک مقدار کمتر از موتور 2 لیتری باشه 5%، ولی خب هم موتور سبک‌تر شده و همین که هماهنگی با موتورش بسیار خوبه. یکی از نگرانی هایی که با موتور جی دی آی من داشتم خودم به شخصه این بودش که ماشین ممکن بود ناک بزنه و اگه ناک میزد ممکن بود که باعث بشه که موتور زود آسیب ببینه. ولی الان خب موتور جک اس 5 با اینکه بنزین معمولی الان داخل باک این ماشین ریختیم ولی هیچ ناکی رو ما الان شاهد نیستیم و ماشین اصلا ناک نمیزنه و حتی تو سربالایی تو فشار حتی اگه تختم بکنیم اصلا ماشین ناک نمیزنه و صدای از ناک نمیشنویم که البته میتونه بخشش به خاطر دمای پایین هوا و سرمای هوا هم باشه. ولی نکته‌ای که قرار جالب توجه مصرف سوخت ماشینه که مقداری بالاست. الان ما پایین مصرفی که تونستیم با این ماشین پیدا بکنیم توی کامپیوتر سفریش 9.5 لیتر بر هر 100 کیلومتر داره به ما الان نشون میده. ولی خب مصرف تو شهر مسیرهای شهری تا 13 لیتر هم اومده بالا. مصرف مقداری بالا هست که بخشش قابل توجیهه چون ممکنه که موتور برای اینکه بتونه با بنزین ایران سازگار باشه و ناک نزنه نسبت سوخت به هوا رو تغییر داده باشه و ماشین رو ریچ کرده باشه که این قابل درکه چون بنزین سوپر گیر نمیاد، اکتان هم هزینه شما رو بره بالا، ولی در هر صورت شما باید اینو استفاده بکنید. گیربکس 6 دنده 2 کلاژش هماهنگی خوبی با موتور داره، ولی البته من معتقدم که میتونست این هماهنگی بهتر باشه و این مپ TCU که الان برای این ماشین زدن، این مپ گیربکس ماشین میتونست مقداری بهتر باشه. تو شروع حرکت شاید یک مقدار شما لگ رو حس بکنین، ولی فکر میکنم که مثلا در آپدیت های بعدی اگه به نمایندگی مراجعه بکنین این موضوع برای شما کاملا برطرف بشه. عملکرد سیستم تعلیق جک اس 5 به عنوان اینکه سیستم تعلیق تو محور عقب مولتی لینک رضایت بخشه و پایداری ماشین خوبه، ولی خب تعلیق مولتی لینک پیشرفته تر از این هم ما توی رقبای این ماشین دیدیم. البته اینم بگم که اصلا خیلی از رقباش اصلا مولتی لینک نیستن و سیستم تعلیقشون خیلی ابتدایی و ساده است، ولی خب این که همین که مولتی لینک هست خیلی خوبه. ما تو مسیر اتوبانی با این ماشین تا سرعت 160 تا هم رفتیم و سواری ماشین سیف بود و حداقل احساس امنیت داشتیم از سواریمون با این ماشین، ولی میتونست تعلیق مقداری نرمتر باشه، مخصوصا توی محور جلو تعلیق یک مقدار خشکه و شما این خشکی رو تو محور جلو تا حدودی حس میکنید. اگر دست اندازه ریز تند و سریع رد بشین مقداری کوبش داره که البته این کوبش داشتن ماهیت خودروهای حالا کراس اوور یا SUV حالا شاسی بلند هستش. نکته‌ای که توی این ماشین هست و تو همه کراس اوورام هست رولینگ بدن هست، یعنی حرکت‌های گهواره‌ای و حرکت‌های اتوبوسی که توی ماشین‌ها هست. توی جک اس 5 کمترین میزانش هست، یعنی توی خیلی حد پایینی لیمیت شده، محدود شده و حرکت اتوبوسی آزاردهنده نیست و شما توی بالا هم با این ماشین یا حتی تو مانورهایی که بخواید باش بدین حس تقریبا اطمینانی دارید. صندلی ماشین یک مقدار الان به دعواشته با رقباش اون راحتیه رو نیست. ما توش راحت، یعنی ببینید راحت هست صندلی ولی خیلی ساده است، یعنی این تکیه‌گاه‌های جانبی براش یرزا گرفته نشده و نشیمنش هم خیلی کوتاهه. مثلا برای فرد درشتی مثل من یک مقدار نشیمنش اگه این طول نشیمن بیشتر بود که تا پشت زانوی من در بر بگیره احساس راحتی بیشتری میکردم، ولی خب همینش هم برای من خیلی گله نمیذاره.
فضا اصلا تنگ نیستش و اینش اوکی، ارگونومیش هم بسیار خوبه. گیربکس ماشین یک حالت درایو داره، انتهای در واقع گیربکس حالت اس نوشته که در واقع همون مود رانندگی اسپورت هستش. وقتی روی اون قرار بدین مقداری حس میکنی که حساسیت پدال گاز به فشردن پا در واقع بیشتر میشه و شاید مقداری بتونید دنده ها رو بیشتر پر کنین و تعویض دنده ها سبک‌تر بشه. در واقع ماشین یک مقدار پویاتر میشه و این مقدار رو شاید شما حس بکنین و یا معکوس کشیدن با ماشین وقتی که پاتون رو رو گاز فشار میدین سریعتر بشه. جدا از اون خوشبختانه گیربکس 2 کلاژه وت این ماشین مود تعویض راننده دستی هم داره که اگر رو دی به راست شیفتر رو هول بدین میتونین که برید مود تعویض راننده دستی. با زدن به پایین در واقع اگه دورتون زیر 3000 باشه دنده ها کم میشه. البته که تو این کلاستری که این پشت داره سیستم GSI هم براش تعبیه شده که میگه که میتونید دنده رو سبک بکنید. در واقع راهنمای تعویض دنده رو مود تیپتونیک هستش. برای این ست شده که میزان آلایندگی مرتفع سوخت ماشین به کمترین میزان ممکنش برسه. الان مثلا من میدم بالا سریع تعویض تو مدار میشینه. حالا میخوام معکوس بدم سریع کم میکنم دوباره تعویض سریع تو مدار میشینه و خیلی گیجی توی این گیربکس نمیدونم. البته گیربکس 2 کلاژه وت هستش و اون مشکل داغ کردن گیربکس 2 کلاژه خشکی که تو خیلی از کراسورهای چینی بوده و تو رقبای ماشین همین مشکل بوده رو تو این حس نمی‌کنیم و اون مشکل اوورهیت شدن نیست. البته که اگه تو فشارهای مکرر و مثلا شتابگیری‌های پرفشار متعدد گیربکس مقداری داغ میکنه، ولی این داغ کردنش اینطوری نیستش که آزاردهنده باشه، مقداری پرفورمنس افت میکنه و شاید مثلا میگم دنده 1 و 2 مثلا یک مقدار تقه ریز باشه که اونو ما کلا تو فشارهای پی در پی که به این ماشین تو شتابگیری آوردیم مقداری جزئی مشاهده کردیم، اونم تو فشارهای سنگین. تست شتاب و ترمز جک اسپنج رو دستگاه درگی اندازه‌گیری کردیم که ویدیوش رو در ادامه میتونید مشاهده بکنین که توی شتابگیری با 2 سرنشین و بنزین معمولی حدود 12.4 ثانیه تونستیم ثبت بکنیم و تست ترمزش هم با لاستیک ایرانی و 2 سرنشین حدود 47 متر بود که قطعا اگه لاستیک خارجی روی ماشین بود تست شتاب و تست ترمز ماشین عملکرد بهتری داشت. موتور و گیربکس جک اسپنج TGDI اینی که الان ما در واقع براتون بررسی میکنیم دقیقاً با KMC J7 و KMC K7 و در آینده هم KMC X5 یکسانه. این یکسان بودن و کری اوور موتور و گیربکس باعث میشه که شما از بابت قطعات فنی و موتوری با وجود اینکه این ماشین دیگه از الان به بعد توقف تولید بهش میخوره نگرانی براتون نباشه و بدونید که قطعات فنیش همیشه پیدا میشه. نسخه‌های قدیمی‌ترش که موتورش 2 لیتری بوده انقدر تعدادشون تو بازار ایران زیاد هست که قطعا قطعاتشون برای فنی پیدا میشه و گیربکس هم که همین گیربکس بوده. هماهنگی موتور گیربکسش خیلی خوبه ولی خب میتونست یک مقدار مپ گیربکس بهتر باشه. یعنی ما در واقع در لحظه‌ای که شما میخواین لانچ بکنین شروع حرکت بکنین دنده 1 و 2 تونو به شما اجازه نمیده تا آخر پر بکنین و سریع تعویض میکنه. این میتونه که مثلا مشکل از مپ TCUش باشه و مپ گیربکس در واقع و تو آپدیت‌های بعدی مشکل قطعا برطرف میشه. علاوه بر اونها میشین توی حالات دستی ماشین رو توی جاده‌های کوهستانی و سرازیری‌ها و سربالایی‌ها کنترل بکنین. وقتی که روی این حالت باشه افت دورتون براتون پیش نمیاد. اینجا هم که شما یک کلیدی دارین برای کنترل خودت در سرازیری که اگه تو سرازیری بیفتین با فعال کردن اون ماشین خودش ترمز رو در واقع دست میگیره و اگه سرازیری طولانی باشه و شیبش هم زیاد باشه مانع داغ کردن ترمز شما میشه. یعنی خودش با
هوشمندانه گاز ترمز رو کنترل میکنه و نمیذاره که ماشین شما دور بگیره که شما حالا کنترل از دست بدین. البته این سیستم هیل دیسنت کنترل یا همون کنترل خود در سرازیری تو سرعت‌های پایین عمل میکنه. یادتون باشه یه وقت دور گرفتین زدین دیدین عمل نمیکنه چون سرعتتون خیلی بالاست. هدف ما توی این ویدیو معرفی جک اسپنج نبود، بلکه می‌خواستیم خودرو رو شما یک بررسی بکنیم و بگیم کراس اووری که 10 سال تو ایران حضور داره و فروش بیش از 100,000 دستگاه داشته و یک عملکرد درخشانی رو داشته، به یک آینده روشن قراره منتظر بشه و اون آینده روشن KMC X5 هستش که نسخه آپدیت شده و ارتقا یافته این خودرو هستش که ما موتور به خوبی و در زمان خوبی شیفت کرده و تصمیم گرفت که S5 رو در واقع خط تولید خارج بکنه و X5 رو جانشین اون بکنه. ولی کسایی که دنبال بازار دست دوم خوب هستن، این خودرو در تمام این سالها نشون داده که بازار دست دوم بسیار خوبی داشته و اگر دنبال خرید کراس اووری با پرفورمنس خوب، کابین جادار، قطعات ظاهری خوب، چون نزدیک به 10 سال تو ایران حضور داشته و تمام این ادوات ظاهریش، قطعاتش در بازار فراوونه و مکانیک آشنا هستین، قطعاً جک S5 بهترین گزینه برای خرید برای شما هستش. خودرویی که تمام قطعاتش هست و به عقیده تمام کاسبای بازار و کسایی که دنبال خرید فروش ماشین هستن، بین شاسی بلندهای چینی، پول نقد و تلاس. امیدوارم که این ویدیو به انتخاب شما توی خرید خودرو کمک کرده باشه و منتظر ویدیوهای بعدی خودرونویس و تست‌های جذاب ما باشید.